من گردنبند خیلی خوب بود. اولین بار دستم نه سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. من چند روز پیش رفته بودم خرید. دلم میخواست که با خمیر هواخوش کار کنم و این خمیر رو گرفتم علاوه این پنس، اگه اسمش درست بگم، و اینکه امروز اولین بار میخوام با این خمیر کار کنم. قیمتش هم من 138 گرفتم. دیروز یه خمیر از قبل داشتم که چند ماه پیش گرفته بودم، با اون کار کردم و نتیجهش واقعا خیلی خوب بود. خیلی خوب از آب در اومد، ترک نخورد و کلا نتیجه کار خیلی دوست داشتم، با اینکه اولین بار بود داشتم لیست واقعی درست میکردم باهاش. و امروز میخوام با این خمیر کار کنم. امیدوارم که خمیر خوب باشه و چون من نتیجه کار راضی باشم. من خمیر رو برای این رفتم بگیرم که یه سری گردنبند برای خودم درست کنم، مثلا گردنبند قارچ. میدونی که به قارچ خیلی علاقه دارم، ولی وقتی شروع کردم به درست کردن قارچ انقدر خمیر ترک خورد، واقعا اعصابم خورد شد و به اندازه کافی من ورز دادم، احساس کردم و زیادم خیزش نکردم، چون از فروشنده که پرسیدم به من گفتن که اگه آب زیاد بزنی ترک میخوره و باعث میشه که خراب بشه کارات. منم سعی کردم که خیلی مرطوب و نمدارش نکنم و بعد اینکه یکم دستم خیس باشه، اما یکم که انجام دادم میبینید ترک خوردش و برای همینم تصمیم گرفتم که یه سه دیگه درست کنم برای اولین بار. و خب دوم چیزی که درست کردم، این دوم چیزی که بهش علاقه دارم ماهه، و همین تصمیم گرفتم یه ماه درست کنم، چون دیروزم با یه خمیر دیگه درست کرده بودم و نتیجهش خیلی خوب شده بود و همین تصمیم گرفتم که ماه درست کنم. توی تصویرم میبینیم گوشه سمت چپ ماهو من دیروز درست کردم و تصمیم گرفتم با این خمیرم یه ماه درست کنم دیگه.
وقتی که سوراخش کردم برای اینکه بتونم زنجیر رد کنم دیدم ترک برداشت و راستش نمیدونم کجای کار ایراد داشت. این ماهیه که دیروز درست کردم و خیلی خوب از آب در اومد. راستش نمیدونم کجای کار ایراد داره. به هر حال چون اولین بار دارم استفاده میکنم این خمیر رو، چند بار گفتمش و چون یه کار رو شروع میکنم بعد تا تهش برم با پاستل رنگش کردم تا ببینم چطوری میشه. اومدم ترک اینجاشو درست کنم، داره هی بدتر میشه و اصلا باز میشه. در واقع اصلا خمیر خوبی نبود، من اصلا دوستش ندارم چون که ترک خمیر قبلی اصلا ترک نخورده. چقدر باش کار کردم. در نتیجه همچین خمیری رو نگیرید واقعا. خمیرشم براتون میذارم عکسشو، اولش نشونتون دادم البته، ولی خب اصلا خمیر خوبی نیست، دوستش نداشتم. اصلا هر چیزی که متریالی که منظورم ارزون تره قیمتش کیفیت خوبی نداره واقعا. شاید هم چون اولین بار بودش که من داشتم باش کار میکردم، هنوز دستم نیومده که چطوریه، چقدر باید ورزش بدم یا چه میزان آب باید بزنم تا اینجوری ترک نخوره. شاید هم واقعا خمیر خوبی باشه. چند بار دیگه باش کار میکنم، اگه خمیر بدی بود بهتون میگم یا اگه خمیر خوبی بود بهتون میگم. یه سری چیز توشه نمیدونم چیه، مثل سفت و کاغذ سر انگار، نه اصلا به چه دردی میخوره. شاید اینا باعث میشه ترک بخوره. خمیریست میبینید، مقواتور یا کاغذتوره، نمیدونم چیه. تو همش هم هست، تو همه بخشاش ایناش. باشین بیشتر جاهاش هستش و نمیدونم چیه، یا میدونید به هم بگید. ولی خمیر قبلی اصلا همچین چیزی نداشت، هیچی بینش نبود و اینجوری ترک نمیخورد. نمیدونم کلا از این خمیر خوشم نمیاد، من دوستش نداشتم. ترجیح میدم یه خمیر دیگه بهترش رو بگیرم و با اون کار کنم. دیروز که ویدیو گذاشته بودم از ماهی که درست کردم با اون یکی خمیر، انقدر همه استقبال کردن تصمیم گرفتم که اصلا سفارش بگیرم و گفتم که خب با این خمیر درست میکنم، ولی اونجایی که این خمیر اصلا به درد نمیخوره و ترک میخوره یه خمیر بهتر که پیدا کردم موقع چند تا گردن من درست میکنم و میذارمش برای فروش.
حتی یه تیکه از خمیره قبلی که خیلی خوب بود مونده، شاید با همون این کار انجام بدم و در حد خیلی کم انگشت شمار بذارم برای فروش چون خیلی دوست داشتید و همین. من همون برم سر تمرین نقاشی. ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.